این وضعیت درست نیست آقا. بریم به چنل فریاد با یه ویدیو دیگه. امروز قراره آشپزی کنیم ستایی با هم، ولی خب یه شرطی داره. آفرین. کر، کور، لال و ما اینا رو نوشتیم چون که داشتیم انتخاب می‌کردیم که کدوم رو هر کدوم برداریم و در آخر تصمیم گرفتیم که بنویسیم و هر کدوم برداریم. ولی من میدونم این کور میشه، این کر میشه، من لال میشم. انشالله یا جیغ نکنی فقط. بندازیم هر کی تک بیاره اون بند میشه. بذارم سری. کور. لال بچه باشی جیغاتو دیگه نمیشنم. لال ماما ببندم ببند منم لالم بچه هم من حرف نمیزنم ولی پیشبینی رو حل کردی؟ خدایی عالیه. تو لالی؟ من حرف نمیزنم از شروع بکنه دیگه از اول تا آخرش نازی دهن بزنی بفهمم دهن زدی دهن رو بزنی با مزه بود واقعا نمیشنون در چه میزنم؟ بچه چرا ساکت شدی؟ چرا چی؟ بچه خیلی زود شروع نکنی بیا فریالو مسخره کنیم اذیت نکنیم. خب بریم که پیتزا همون رو درست کنیم. بچه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. چرا شینا کره شد؟ حداقل شینا کمک میکنه به آدم. یعنی واقعا هیچ کس آخر با من صحبت نمیکنه؟ شینا حرف بزن تو. کجاست چسب کجاست؟ خب درمیش آقا کمر باری که من بگیره اون نبری اما خوبه واسه نازی واسه درنازی بچه های خوبه یکی رو خوبه بدید چی میخواد؟ اینجاست بایستا من میبارم سربیچه گرفتم آها نیست چیزی چی میخواد؟ من میبارم تو دستتو میباری برو اینو بشور داز میزنه باشه حداقل موزیک هم قطع شد موزیک هم قطع شد هیچی نگید گوشیم کو؟ اینجاست رفتم موزیک بردی اوکی هم داداش ریمیکس بذارم 52 دقیقه اینو من حلقه بچه ها من خورد کنم الو یه سر با سرشون اینو باید حلقه خورد کنم چرا نمیذاری از آب استفاده کنم؟ نکن چی کار میکنم؟ تو میشوری؟ ای بای میشنوی؟ بذار آهنگی توی یه چیز ریمیکس طولانی بذارم آبش چطوری بسته میشه؟ چسب آوردی؟ نه پیدا نکردم جاسه دوست پسرم هم ببر بما بچه خب من چی کار بیاد بیرون نمیزن کورتون میکنه الان یه بیشوریه چی میخواد؟ چاقو
نابودو نازی اینک داری برقص. صدا موزیکش انقدر زیاده میشه یه وایسا نازی بکن الان سوسیس. اینا رو خورد کنم تو نمیتونی الان. من میتونم این چاقو اونجی ندرستی نازی چشت میباری. بسته است چاقو رو نمیخواد فعلا نه چرا من نه؟ چون چش نداری میتونم تستم کنیم بده نه عشق من دست رو میبرم بچه این بلاک منه دارید منو ان میکنید عشقم تو با چاقو چیز نکنی ها بیا تو سس بزن بیا تو سس بزن. وایسا این چه پیتزایی بشه یا اول بهتره کنیم براتون عشقم بیا اینجا آها اینم سس بیا بده من دیگه شینه گوشی پیراهن من روز گذاشتی بیا ما قاشق داریم بسته ریختی رو میز. قاشق وایسا قاشق ندید با دست میکنم دیگه نمیتونم بزنم سرش اینو چجوری خورد کنم؟ پیتزا رو بدید سس بزنم نگینی آره نگینی بزن نگینی آره ریز نگینی بزن بازه من میبهم همون رو هم دیگه نازی با اون چاقوه تو رو سمت این نره نمیده کجاست اصلا بره مف نزن اینو کجا بذارم؟ کجا بذارم؟ کجا بذاری؟ همونجا بذار بذار همونجا خور به دنبر خور به دنبر. چقدر؟ چقدر؟ من بردم نبود. بچه من بگی چقدر نازی من بگی چقدر وای ریدی. نازی قاشق اینو به من بگی فرده سوس میگی بلد نیستی؟ من بگین چقدر قاش بلدی؟ چشاش بسته خب یکی بر سمت راستت کشم. حالا چی دیگه آدم بس نازی چی کار کرد؟ عشقم نازی نمیتونه حرف بزنه خب بعد خب تو نمیبینی دیگه زده بهت داره مثلا به مثلا چه من دستشو مثلا میگه بسه علی کردن هم سخته فیلم بازی ها کردم نظرم حالا آره راحت تو میفهمونم کن سرد همش خورد؟ همش خورد؟ همش خورد؟ آره سوسه باید فریار بسا قد کن ریدی توش من بایستا من یه دقیقه درارم میتونم؟ نه من نه عشقم نه یه لحظه فقط درستش کنم نه این وری میشم نه یه لحظه این وری شم اصلا اصلا میکشمه. اینو خورد کنم؟ نه عشقم تو با چاقو بده اصلا کار نازی. نکن. بده نازی کرد تو چشم قدم کوتاهه میکن تو چش و چالم. وایسا نازی رفت کاری بکن. اینو وایسا او خدایا دیدی نزدیک بود پسر. آره خیلی نزدیک بود. نزدیک و تاثیرگذار.
چه میگی؟ درش بده نازی. آب داره. آب داره. نازی میشنم. پسره یکی تو بیاد. شده عشقت فن اکست. او او او. چقدر بد نمیدونم. نمیزنم. من دپرسان. بچه کاری هست که اصلا من بتونم بکنم. آره. یس. چی؟ یک کوچولو بایستا. نه یکم اونورتر جلو دوربین نگه کامل. بیا 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 وایسا ثابت وایسا نازی داره میرسه توش. اصلا پیاده نمیدونم. برو گم شو اوت. زیر پا پر ذرته. آبشو باید بگیره من برم کمک. اوکی وایسا میتونم بابا. بریزم روش. بریز روی بریزم روش. بیا این برتر بریز اینجا. اوه پخشش کن خیلی ریختی برو بعدی کم بریز دونه. بیا اینجا برد بریز اینجا. کجا؟ اینجا. چرا خوب صدا نازی رو میشنوم. پستو بیا این ور چاق رو بگی اون ور دستشو میبرده. عشقم تو با چاقو کار نکن قربونت برم. نه اوکیه بابا. وایس من نزیبت میده. همین؟ آره بده رو میز. نازی فریال به قارچا رو بریزه. زیاده؟ اون کافیه. اینا رو فری باید بریزه. من میریزم. بیا تو اینو خورد کن. اینو خورد کنم؟ الان من قارچ بریزم؟ خورد. یس فاک یو. نه تیلاخ. خب اوکی شد. سراشمندتون شده نازی با اون عینکش. به تو شام قراره بخوریم ما. او مای گاد. بذار بالاتر. عشق و حال به راهه. بالاتر بیار. بود قصد. بخیر با من بعد عینک بذارم. این مبین سگه داره اینجوری اسپره میزنه. نه عشقم نه واقعا سگه. وقتی موبیل همیشه خب موهاشو در بیار. شکی از زیرش. آره میگه موهام از زیرش در بیار. شبیه خفگیرا شده. هم درد گرفت. برام صندلی میاری؟ شینا بله صندلی نه بشینه؟ چرا؟ هم درد گرفت. وایسا بابا. یه رو نگیره. کور بودن حس میکنم از همه‌شون سخت‌تره. بیا میخواد جابجا کنی؟ نه خودت گفتی تو کاغذ. بیا جابجا شیم. خیلی دارم اذیت میشم. تو رو خدا. نازی تو رو خدا. سکس بفر. این مگه میتونه نازی باشه؟ نازی کی قدش بلند شد؟ دوست پسر همشون فکر کنم. اصلا بند و بساط فریال اون ور بود اصلا. خب من اصلا نه تو کار.
ما ماشاءالله همتون پیتزا زنید ولی کامل اشتباه رفتید. کف نونتون وقتی پنیر پیتزا رو میزنید. شینا نمیفهمه. کف نون باید پنیر پیتزا میخورده. فقط اینکه پیتزا وا نره. اولش قبل همه اینا. اشکال نداره. اول با سس میخور. نمیشه؟ چرا میشه؟ برو. شما قراره بخورید ها. بچه دوربین کدوم بره؟ همینجا که یه ذره این بره. آره اینجا. بله. این بر تنها این بر. همین دوربینه. به نظرم داشتم اونجا میزدم. به نظرم با دوستاتون، پارتنراتون امتحان کنید، حال تو یه نگه نمیفهمی پشت دوربینی؟ این بره دوربین. این بره. لباسم که؟ اوکی. دوربین این بره. آها همینه. دیگه نمیگم دیگه. بگو بره. داشتم پنیر پیتزا اون بری میشینه. پنیر رو بدید. دوستاشون، پارتنراتون پنیر؟ یه اون مثل تمالا علی دست داشت پیتزا یاد بریز بری یا زیاد بریز یه بریه رو زیاد بریزارم بچه هستم من پنیر پیتزا کمه تو اگه میبینی نه دارم دست میزنم پایشو تموم شد؟ بذار سومی هم بریزه پس دیگه باید روش نداری؟ سومی کو؟ بسته این هم بریز بسته نریز دیگه اینجا بریز اینجا بسه تموم شد پنیر یکی دیگه پنیر نداریم دیگه؟ آره روش نداری چرا هیچی نمیزنی رو پیتزا؟ یکی اینجا سوپرمارکت نداره؟ نه متاسفانه نه بسه به نظر من اوکی بد میشه نه نون میگه ما نون میخوره حالا که پیتزا نمیشه اگه بربریه پخش کنیم قبلشه نازی بچه کسایی که چشمشون رو میبندن شنوایشون بیشتر میشه نکن تو برگرده موزیکا گوش بده بکنید و نمیخوری به دعوا آخه با اون لبا تو باتو چی میکنه هرچی میذاره نکن بری اونو حرکت نزن آخه باید ببینم کجا دارم میذارم بری دستت نیر پایین درار دیگه این بسته همه رو داره میذاره رو هم واسه همین میگم باید دست بزنم خب این نمیبینه که تو لایک نشون میدی بسته نه اوکی آره بذار اینجا بیشور هرچی شور بچه میگه بازی کنیم خوش میگذاره بشه اینجا بیا فلفل دلمه ای بریز بیا فلفل دلمه ای سگاه زدی بلولوی باز کرد فلفل دلمه ای کنم موزیک بچه قبل به نظرشون خوشمزه میشه یا نه؟ یه دقیقه است من جلوانی کنم این دیگه بیتش قد میشه میرسه من موزیک ندارم این دوست پسر عرب میدونم عشق و حاله من توی همیز چیدم اونو نازی ریده نازی چه استعدادی واسه آشپزی نداری بشم کارت خوابه چیز شده شکرستان بود چی بود چه؟ بیا دیگه ما هم بیا بچه ها بچه ها قراره گشنه بخوابیم دیگه چه کس شعری گفت؟ بنویسید به منو بگین بخور جنگی جان بیا جوابمو نرسی اونی که میتونه جواب بده اصلا صداتو نمیشه تموم شد؟ چرا همه پیتزا درست کردم خدایی پرنسس منتظره دستت بیاد اینو بخوره پیتزا رو پرنسس منتظره خدا نازی خدمه نازی
نزیف ها نشد نه چی کار میکنی؟ خفه شو دیگه پریار نازی ببند دهن تو ای خدا به پسر درست من بخوری دیگه گشتم من به نمی‌شنوم. خدا آها نازی میگه نه چی نه؟ خودمون خودمون مگه ما کریم دست نداریم پوریم همش هم هست دقیقا هستیم هم کریم هم سرگاز درست کن من درست باشه. کنم؟ نه من درست کن دیگه اشکال نه نمون من داریم. درست کنه مامانم اومده فرگاه که فقط این خوبه شهر اون لاده سلام دارم من خاله آشپزی میکنم ففر این طرف سمت چپتر چپ همونجا سلام کن نه چپ عشقم آره این ور آها، سلام کن سلام. سلام سلام عزیزم خوبی؟ اون ور صدا داره از این بر میاد عشقم به کار دادم بده قربونت دارم به کار دادم بده چه سرشی گرفته حرف فریاد نزنم خفه شه چرا؟ بعد درنشو ببند نازی میگه خفه شه عشقم بعد شکاره حاجی دور کثافت کور تویی نازی بود نازی ان خب اینو درست کنین دیگه ما من نمیبینم ما چرا؟ باش من چی کار کنه؟ من چی کار کنم به ما چه؟ آره آره دوبار بهش گفت نفهمید آره آره به ما چه؟ به ما چه بریار؟ ما اون بریم احمد صدا داره از اینجا به مگه اصول کورم خرید نیستم تموم شد از میز کلا بگی که چه بلایی سرش مردن ولی فعلا تا اینجا پیش رفتن عشقم کل عادیه آب دستت داشت میریخت روز پیتزا الان میخوام برن سمت گاز امیدوارم خودشون نسوزونن واقعا میخواید من این کارو بکنم؟ آره جدیم با هم؟ آره میخوری آره خب بدید نه خدا خدا خاله روغن خیلی روغن کم. چرب کنید بذار کم، خیلی کم. تو ماکرو بذار که پنیر همون داشتم موشه داشت شینا روغن خیلی کم نازی خیلی کم بسه نه نیست وایسا با این خوبه برو بر قربونت برم برو رو بفید یه لار دور میزنه فعلا تو کار نداره بس با بچه صحبت کن یه چی با بچه ها صحبت با عشقم با بچه های وایبر کن صحبت کن چی بگم؟ چرا نه مالا هرچی میخوای بگه این توضیح داری توضیح کنم بچه تا اینجا سابسکرایب کنیم زنگوله بزنیم لایک کنیم دیگه باید چیکار کنم؟ یه بار دیگه از اول بگو چرا؟ دوباره گرفتیم ویدیو رو یه بار دیگه بگو خب چرا داریم قطع میکنیم؟ ما قطع نمی‌کنیم عشقم قطع شده بود بگو. بچه دوباره گرفت حواستون باشه باشه دیگه بگو خب بچه ها لایک کامنت ساب یادتون نره ادیتای قشنگتون هم ببینم خیلی دوستتون دارم کامنت خوشگل بزنید عشقم تازه الان اینجا تازه روبروی دوربینی من پس دادم پسر واسه ویدیو بیاد آره جدی میفرمایی؟ بیا کارشو درست نه اوکی خیلی گوش هست بذار اونو بذار رو لبه بچه پیتزا به این چرا خاموشه؟ این یکیشه
اینم یکیشه. به نظرم با توجه به این که کور و کر و لال بودن چیز خوبی در اومده تا الان. بعد چیکار کنیم الان؟ تایم بگیر بپس. در نباید بذاریم؟ در نداریم. در باید بذاریم. بیا بذار سرش. سابسکرایب کنی، لایک کنی. آره. زنگوله رو فشار بدین. کامنت های قشنگتون بریم ببینیم مثلا چی در میاد. باشین. اوکی. خب سگ. در عشقم در. من یه بار زر نزدم وریا جاش خوب زد. یکی از دست دادیم. این دیگه چیه؟ یعنی حالا اونقدر کدومو از دست دادیم؟ تقریبا همشونو. ما به دادمون رسید، تونستیم نجاتشون بدیم تا حدودی، ولی فکر میکنم خوشمزه شد. نظر شما چیه؟ خوب میشه. حالا میتونی اینو بخوری. بچه چطوره؟ چطور شد؟ از کور و کر و لال بخوای در نظر بگیری خوبه. بودایش خوبه. خوشمزه بدش. حالا شما چشم بازتونم و نمیدونم دهن بازتونم به تضمین نمیدونست به ما تحویل بده ولی خب برو بابا. خودمونو با این داستان گوش بدیم. الان جلوی. خب اونقدر بد نشده، اگه بد بود الان اینطوری نمیخوردی. واسه گوش نمونه واسه. آره. مگه؟ همینه که هست. ناراحتی نخور. چی میخواد؟ خدای خوب بود. نوش جان.